سلامونه درنو لیدونکو. په افغانستان کې د ښځو په واسطه د تولیدونکو لباسونو بازار ته راغلی یو او تاسو ته ښایو چې د تولید، خرڅلاو او ګټې په برخه کې د ښځو مصروفیتونه څومره دي. تر پایه راسره مل اوسئ. لکه څنګه چې مو وویل درنو لیدونکو، اوس هم راغلي د زنان افغان کارخونې ته. د دې ځای له مسؤلې سره به خبرې اترې ولرو او له دوی به وپوښتو چې دلته څومره کسان ورسره کار کوي او د دوی بازار څه ډول دی. سلام، میشه بر ما خود معرفی کنین و در نخست اگه آغاز کنین بر ما بگوین که چی وقت و چگونه به دوخت لباسهای افغانی شما آغاز کردین؟ سلام، وقت شما بخیر. اسم ظریفه رضایی است، رئیس و بنیانگذار شرکت صنایع دستی زنان افغان هستم. مدت 7 سال میشه که به این کار شروع کردیم و به این کار آغاز کردیم که در شروعی که ما زمانی که شروع کردیم بسیار دست بند و چی میگن به دامن ناامیدی شروع کردیم، اما شکر الحمدلله حال زمینه کار تانستیم به صدها نفر خانما فراهم کنیم. خب بسیار خوب. میشه بر ما بگین که ظریفه جان این هنر از کی و از کجا آموختین؟ هنر لباس افغانی یا هنر اصیل لباس افغانی خو از خیلی سال پیش قدامت داره. من هم زمانی که شروع کردم دقیق قدر به حساب برای من واضح نبود که کدام هنر از کدام سمت کشور ما است. که مدت 8 سال میشه که من امی هنر مثلا جستجو کردم که از کدام سمت کشور ما لباسش به کدام سبک دوخته میشه و 7 سال میشه که مستقیما شروع کردم و شروع به کار کردم. و از کی آموختی؟ آموختن استاد داشتیم، در این بخش استاد داشتیم، در زیر دست استادای بزرگ کار میکردیم. استاد خیاطی ما در بخش همی دیزاین لباسای گند افغانی است. استاد مهربان ما است، اگه زنده هستن سلام برشان برسه، از این طریق پرده تلویزیون سلام ما برشان میرسانیم. خب ظریفه جان، میشه که بر ما بگوین که کدام لباس ها زیاد مورد پسند مشتریان شما قرار میگیرن؟ ولی ذوقا فرق میکنه. فعلا لباس افغانی که از در کلکی خوش داره و مثلا هر قسمت یا هر ولسوالی بگویم یا هر شهر وطن ما به یک سبک خاص پوشیده میشه. مثلا اگه ما بخوایم سبک افغانی را امروز سبک غربی میکس کنیم، بسیار لباس مقبول میشه که فعلا هم زیادتر مردم امی سبک لباس افغانی و غربی که میکس است را زیاد خوش دارن. مواد لباس های افغانی را او مواد اولیشه در داخل کشور تهیه میکنن یا هم از بیرون وارد میکنن؟ نه خیر، نه، ما در کل مواد اولیه، مواد خام خود از داخل افغانستان از منطقه کابل فراهم میکنیم. مواد خام ما به 2 دسته تقسیم شده. یکی مواد خام ما است که دستسوزی میشه که او را در کل خود ما خریداری میکنیم و بعد خانما میتیم که بر ما دستسوزی کنن. فکر کنن اگه ما بخوایم تقسیم بندی کنیم یک لباس افغانی را میشه گفت 75% کار دستسوزی بخشی است که کار دستسوزی است و باید خانما یا کسایی که فعلا که تیم کار هستن 75% شونا پیش میبرن و میمونن 25% دیگهش که تکه است ما از منطقه کابل خریداری میکنیم. از منطقه کابل خریداری. بله. بازار بیرون از افغانستان هم شما در میته لباس میخواد؟ بله الحمدلله. فعلا هم که ما آردر داریم و فرمایشاتی که میگیریم از بیرون از افغانستان است. چرا اگه ما مقایسه کنیم داخل افغانستان، خود افغانستان یا داخل هم فعلا کابل اقتصادات ضعیف است. بسیار زیاده که مردم خریداری کنه، فقط به عروس میتونه خریداری کنه و بقیه مثلا شابالا یا کسایی که در محفل هستن باید کرایه بگیرن، اقتصاد بالا ندارن که خریداری کنن. و یگانه مشتری که زیاد داریم و برشان روان میکنیم از طریق کارگو، مشتری بیرون از افغانستان ما هستن که امریکا، استرالیا، جرمنی، لندن که الحمدلله از کارهای ما راضی هستن. شاید ما از طریق
پرده تلویزیون ببینن. از کارهای ما هم شکر الحمدلله راضی هستن و مشتری دائم ما هم هستن و فعلا هم برای ما در دادن میرن. ما میتونیم که همیجا استرالیا، امریکا و هر جای جهان از طریق پست یا کارگو برشان مال روان کنیم. خب برای شکر است که مشتری است و بیرون از کشور دارین. شکر الحمدلله. سخت کوشی خود ما بود از خانمای عزیزی که امروز فعلا همکاری میکنن. ما همیجا جا داره که دستایشان ببوسم به خاطر که هر سوزن یا هر کوکی که میزنن با امید کوک میزنن. ساعتها عمر یک روز خدا نه، فکر کنین در 24 ساعت حداقل یک 4 ساعت روز خدا نه به خاطر از این تای میکنن که امی لباس بسیار محبت میدوزن، به خاطر به شوق و ذوق میدوزن که هنر اصیل ما، هنر افغانی ما تا بیرون از مرزها رسیده الحمدلله. و این ما یک پیام بتم به دوستای عزیز ما، این فکر نکنیم ما یک لباس افغانی پوشیدیم خلاص شد رفت. نه، شما زحمت یک خانم میپوشین، شما یک خیاطی که شب خدا به خاطر از این لباس صبح کرده شما او را میپوشین. شما تنها یک زیبایی را میپوشین، شما یک لباس افغانی را نمیپوشین. زحمت چند گروه، فکر کنین در یک لباس یک 7-8 نفر. ظریفه جان میشه اگر بر ما می لباسایی که شما تولید میکنین بر ما برمایش 1000 دفعه چرا نمی برتان نشان میتم. درباره لباس میشه بر ما که معلومات بدین، درباره تکیج، درباره دوختش، درباره دیزاینش. بخیر باشین. قسمی که من گفتم که میشه گفت از یک لباس 75%ش هنر دست زنای افغان است و 25%ش تکه که مثلا تنبان همراه چادر و همراه تکیش که مخمل است ما مد نظر بگیریم. بله، تکیش بخمل است. و قسمی که دامنش میبینین تماما دستدوزی از یخنش گرفتگی، تماما دستدوزی. خانمای اصیل افغانستان سر از زیاد زحمت میکشن و قسمی که میبینین کاملا دستدوزی از سر یک پیران ما. فکر کنین تقریبا 10 روز 15 روز فقط خانما زحمت میکشن و دستدوزیش میکنن. یعنی قیمت از لباس چنده؟ قیمت از این لباس خو اگر ما قیمت مثلا معنویشو بگویم خو خیلی بالاست. مادی میگن معنوی میگن چی میگن؟ این معنوی که ما غلط نکنم. اما قیمت فروش ازی به خاطر که ما میخوایم که در پالی ازی که ارزش دستدوزی رو بالا ببریم، اقتصاد مردم هم در مد نظر میگیریم. قیمت ازی به بازار 12000 افغانی است. 12000 افغانی. بله. و این لباسا شما کران میتون؟ نه خیر نه. نه دل ما میسوزه به اون زحمتی که خود ما میکشیم، از دل ما نمیبره که زحمتی کشیدیم با مثلا باز به کرایه بدیم. ظریفه جان درباره لباس که اینجا قرار داره میشه درباره ازی هم بر ما یک معلومات بدین؟ بله درست است. قسمی که میبینین در لباس افغانی ترکیب رنگ رول مهم خود داره. بله. و این لباس رنگ سیاه و سرخ است. قسمی که میبینین همراه چرمه سفید میکس شده و یک ترکیب بسیار عالی، یک مقبولی خاص خود داره. چرمه‌ش هم دستدوزی است. سرزی هم چرمه دوزیش هم خانم‌ها چرمه دوزی میکنن، همچون قرص دوزی دان آستینش که میبینین قسمت یخنش هم. و میشه گفت اگر ما بخش بندی کنیم، بخش دوستای پشتون یا پشتو زبان ما این سبک لباس زیاد خوش دارن و از این سبک لباس زیاد استفاده میکنن. سبکی است که بسیار پرکار است و دوستای که پشتو زبان هستن و یک مقدار فیصدی کم از تاجیکای ما هم این لباس زیاد خوش میکنن، خوش دارن. سلام، میشه خود بر ما معرفی کنین؟ علیکم سلام، اسمم ذاکره احمدی است. ذاکره جان میشه بر ما بگین که چقدر مدت زمان میشه شما در این کارگاه کار میکنین؟ مدت 1 سال میشه در اینجا کار میکنم و تحت نظر استاد ظریفه. همچنان وقتی که در اینجا میامدم اصلا چیز را نمیفهمیدم، بلد نبودم. اما در مدت 1 سال میشه کار میکنم. اینجا مختین؟ آیا و بر ما میشه بگین که شما فعلا اینجا که کار میکنین کدام نوع لباسا رو شما میدوزین؟ بیشتر لباسای شما میبینین که گند افغانی است، دستدوزی است. مطمئنا این مقسم لباس هست. شما دستدوزی می؟ بله خودم دستدوزی میکنم.
درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د زنان افغان په کارخونې کې مو تاسو ته چمتو کړه. تر بلې خپرونې چې زه خوسۍ صفۍ ستاسو په درانه چوپړ ته حاضرېږم، په لویه بخښونکي الله مو سپارم. ښې چارې.